با درود فراوان خدمت همه دوستان عزیز و همکاران. دوستان عزیز، ما عرضم به حضور شما که یه چند وقتی هستش که برخی از دوستان از ما یه سری سوالاتی رو میپرسن و من فرصت و غنیمت دونستم و خواستم که توی این ویدیو عرضم به حضور شما که خدمت این دوستان عرض کنم و اینکه امیدوارم به دردشون بخوره. ببینید دوستان، ما برخی از دوستانمون هستن که میان الان قیمت میگیرن دستگاه و میگن آقا مثلا دستگاه شما توی این ظرفیت مشخص قیمت چنده. مثال ما میگیم آقا مثال 50 میلیون تومن. این دوستان میگه باشه، میره و چند جا دیگه تماس میگیره از همکارای ما و این همکارای ما میان میگن آقا 40 میلیون تومن این دستگاه رو با این ظرفیت. بعد این دوستمون حالا نسبت به آشنایی و دوستی و که با ما داره دوباره با ما تماس میگیره، میگه آقا آخچه من این دستگاهی که شما به ما گفتی 50 تومن فلان همکارت داره به من میده 40 تومن. بعد عرضم به حضور شما که اول از این که جا داره اینجا عرض کنم خدمت این دوستان که رو سر ما جا دارن، این که خیلی چیزا میتونه دخیل باشه توی اینکه قیمت دستگاه به چه اندازه باشه. ببینید یه متریال، خب قاعدتا همه ما تو هر صنفی تو هر حرفه‌ای در هر رشته‌ای میدونیم که نوع متریال رابطه مستقیم داره روی قیمت نهایی اون دستگاه تولید شده. دوم از اینکه یه جای دیگه سوال داره که آقا مثلا یه کسی که داره بالای 2 دهه از کار میکنه تو این رشته داره فعالیت میکنه، مثلا شرکت ما صنایع کوپایه به صورت تخصصی داره روی درایرهای تبریدی و چیلرهای تراکمی کار میکنه و برای منافع بیشتر ورود نکردیم به حرفه‌های دیگه. چرا؟ چون بحثمون در این بوده که کالای با کیفیتی بتونیم روونه بازار کنیم. خب حالا یک دوست دیگه که میاد 3-4 سال 5 سال داره کار میکنه، خب ببینید اون دوست عزیزی که در هر رشته در هر حرفه‌ای که میخواد باشه داره فعالیت میکنه، اون پولی که داره میگیره بابت اون کاری که داره انجام میده پول خاک خوردنشه، پول زحمت کشیده، این که عمرشو وقف اون کار کرده. حالا این 10 میلیون تومانی که اختلاف این قیمت هست، شما میای اون 10 میلیون قربون 50 میلیون 40 میلیون میکنی. خب مثلا توی سیستم های هوایی فشرده هم همین اتفاق میفته. همکارای ما دوستای ما که ما باشون در ارتباطیم همین دغدغه رو دارن، میاد میگن آقا مثلا فلان شرکت اومده این دستگاه هواسازو با ارند ارزنر آلمان اومده به ما میگه 50 میلیون تومن، اون یکی میاد میگه آقا من 40 میلیون تومن بهت میدم. حالا این دوستمون اون یه جای کار میکرده، حالا اومده مشغول شده بنا به دلایل، حالا اومده برای خودش فعالیت بکنه. خب قاعدتا ببینید یه کسی که سابقه کار بیشتری داره، یه فوتای کوزه‌گری خودش رو داره و خاک اون کار رو خورده، قاعدتا هزینه دستمزد و قیمت کالای اون که نمیتونه با اون یکی مقیاس بکنیم مقایسه بکنیم بگیم توی یه سطح ترازو قرار میگیره. بعد دوستمون برمیگرده میگه آقا مثلا شما چه برندی استفاده میکنیم؟ ما میگیم خب قاعدتا ما میگیم آقا برند دانفوس. میگه آقا اون دوستتونم که داره میده 40 میلیون تومن اونم از برند دانفوس داره استفاده میکنه. من میخوام بگم که ببینید بحث همون تجاربه، بحث اون خاک خوردن است که ببینید دوست ما میاد همون برندو میذاره. ببینید مهم یه بخشش اون تهیه متریاله، یه بخش عمده ایش هم اینه که شما وقتی اون متریالی که میگیری که با کیفیت هم هست چطور میخوای ازش بار بگیری. آیا تجربه شما میتونه کمکتون بکنه که بهترین بهره بری و از اون قطعات یا اون برند معتبر بگیرید یا نه؟ خب به طور مثال الان اتفاقی حالا یکی از دوستان برای ما یه دستگاهی رو فرستاده در جایی تهیه کرده بودن، حالا ما اسم نمیبریم ناراحتی و دلخوری به وجود نه، چون کاره بحث کاری هستش و احتمال داره برای خود ما هم اتفاق بیفته. ولی این حالا اتفاقی جلوی من قرار گرفت و دوستان آوردن که من نشون بدم. ببینید این حالا قطعات مال سیلندر و بلوک کمپرسور دانفوسه. خب ببینید چه اتفاقی براش افتاده. کسی با چکش نیفتاده به جون اینا اینجوریش بکنه ها. این فقط تنها علتی که میتونه بهش همچین صدمه ای رو وارد بکنه، انگار که مثلا با چکش زدی خوردش کردی، فقط برگشت مایع توی سیستم میتونه این اتفاق رو رقم بزنه. حالا
این برمیگرده به اون تجربه، یعنی همین اتفاقی این قرار گرفت جلوی ما. خواستم بگم که آقا بهترین برند دنیاست تو کمپرسورهای بسته، یه همچین اتفاقی براش میفته. حالا این اتفاق شاید برای سیستم ما هم بیفته، ولی بحث گارانتی، بحث خدمات، بحث پشتیبانی که باید داشته باشه. حالا هر کسی تو هر حرفه‌ای که میخواد کار بکنه ماندگار باشه، نه اینکه بگیم آقا طرف 1 سال 2 سال کار بکنه و ببنده بره سراغ یه شغل دیگه ای. نه، ما که سالهای سال خاک کاری میخوریم دیگه، ناف ما رو با این کار بریدن و تا روزی که زنده ایم داریم، عمری هم باشه توی همین حرفه فعالیت میکنیم، کار دیگه از دست ما بر نمیاد بخوایم انجام بدیم. میخوام بگم که اون قیمته، یه جاهایی که شما میبینید لحاظ میکنن این قیمت ها رو، دوستان نگاه نکنیم به این که بیایم بگیم آقا مثلا این 10 تومن داره ارزون تر میده، 20 تومن داره ارزون تر میده. شما نیا این کارو بکنی که به مشکل بخوری عدیده. شما اگر از اونم دستگاه تهیه میکنید، پی اون اتفاقات هم به تنتون بمالید. اونا هم که تازه مشغول به کار میشن یا دارن کار میکنن، اونا هم نیاز به حمایت دارن، همونجوری که ما رو شما دوستان حمایت کردین. ولی خب پیش هم به تنتون بمالید که بگین آقا اگر همچین اتفاقی تو اونش اینه که براتون اتفاق میفته. و امروز هم رقم ها انقدر سرسام آور شده که یه دونه همچین ظرفیتی بخوایم تهیه بکنیم چیز 50-60 میلیون تومان باید هزینه بکنیم فقط برای کمپرسور. خب یه خورده جای تحمل داره. از ما دوستان عزیز کیفیت بالا در حد اروپایی میخواین، با قیمت مناسب میخواین، گارانتی اسرع وقت هم میخواین. خب به روی چشممون ما انجام وظیفه میکنیم، کما کن که تا امروز که اگه سرپا هستیم بر همین 3 اصل استوار بودیم و هستیم. ولیکن خواهشی ازتون دارم که مقایسه کردن در این وضعیت تو این شرایط واقعا ناجوانمردانه است. دوست دارم که حالا تو هر حرفی، در هر رشته‌ای که همکارای ما، دوستای ما، عزیزان ما دارن فعالیت میکنن، سینه سوخته هستن و میدونن و متوجه هستن ما چی میگیم. الان مثال کوچیک بزنم، مثلا یه مکانیکی شنیدیم هممون دیگه باهاش سر کار داریم، میگن آقا یه مکانیکی از فلان منطقه داره کار انجام میده به نحو احسن، کارش درسته، سرش هم همیشه شلوغه و همه هجوم میبرن اونجا، صف میگیرن و نوبت میگیرن. خب همون قطعات مثلا به فرض مثال یه رینگو پیستون میخواد عوض بکنه، همه میبرن هجوم میبرن، سعی میکنن بدن کارشون رو به اون آدم انجام بده. همون قطعات و همون متریال ها مکانیک دیگه ای هم داره انجام میده، ولی چون تعریف و تمجید و سابقه کار اون آدم و شنیدن، حسن نیت اون آدم و شنیدن، میرن وقت میذارن بابتش و گوش میکنن و از صحبتاش استفاده میکنن و کارشون رو به اونجور آدم میسپرن با خیال راحت. و امیدوارم روزی برسه که ما اگر کار خوب میخوایم، کار با کیفیت میخوایم، اعتماد بکنیم به اهل فنش. و اینکه براتون بهترینا رو آرزو میکنم و امیدوارم که توی مسیر زندگیتون هیچ وقت شاتون نزنه. موفق و مؤید باشین. خدا نگهدارتون.